کسانی که فقط در موسم رمضان طاعت خدا میکنن، یاد از خدا میکنن، همین که رمضان برآمد رمضان فراموش میکنن. یعنی فقط اینها توبه را در ماه رمضان میکنن و همین که رمضان برآمد توبه میشکنن، توبه شکن. حضرت یحیی بن معاذ از سلف صالح ما هستند، همین رو در روایت از ایشان یافتم. در حق کسانی که چنین رمضانی هستند، موسمی هستند، یه سخنی گفته است که خیلی وعید سخت است، بنابراین خوب گوش کنید. میگوید من استغفر بلسانه، کسی فقط با زبانش استغفار از گناه میکند که خدا گناههای من بیامرز، خدا گناههای من ببخش. اما و قلبه علی المعصیه معقود، اما قلبش، نیتش بر گناه کردن در آینده حال استوار است، حال هنوز قصد دست کشیدن بالکل از گناه ندارد. میگوید خیر رمضان یه شستشو میکنم، یه پاکسازی میکنم، بعد رمضان با همون احمدی پارینه، با همون کارهای گذشته. و عزمه ان یرجع الی المعصیه بعد الشهر و یعود، عزمش همین است که ماه رمضان که فرا رسید آخرین نمازش نماز عید میشود. نماز عید که خواندم باز برمیگردم به بینمازی، باز میگردم به همون غفلت و معصیت و روسیاهی. حضرت گفتن فصومه علیه مردود و باب القبول فی وجهه مسدود. فصومه علیه مردود و باب القبول علیه مسدود. این آدم روزه های داشته است به درگاه خدا، مقبول نیست، مردود است، اجر ندارد، پاداش ندارد، ثواب ندارد. آله فرض رمضان از گردنش ساقط می شود. محترم جماعت چی رو فهمه؟ اسقاط فرض، صحیح شدن یک عبادت با قبول عبادت فرق دارد. صحیح شدن شرط و شرایط دارد. وقتی یک شخص در ماه رمضان از سحر تا بیگاه هیچی نخورد، هیچی ننوشد، شکم و فرجش روزه دارد، خودداری کند از خوردن و آشامیدن و جماع کردن با همسرش، آره روزش صحیح است، این روزه صحیح است، فرض از گردنش ساقط است. اگر به فرض یگان وقت از گناهام توبه کند، این رمضان قضا داشتن در گردنش واجب نیست. اما قبول شدن روزه با شرط دیگر دارد. قبول شدن روزه همین است که روزه رو شما کامل میگیرید، علاوه بر روزه فرج روزه تمام جوارح و اعضا میگیرید و بعد از رمضان این عهدی را که با خدا در ماه رمضان بستید، این توبه را که در ماه رمضان با خدا کردید نمیشکنید. وقتی نشکستید اون ثوابهایی که در ماه رمضان به دست آورده که شب قدرش 83 سال براتون است، این عمر کوتاه نیست. نماز تراویح سبب کفارت و مغفرت گناهاتون است، حتی در یک روایت تولد تازه براتون است. اینها براتون حاصل نمی شود دادرای عزیز. بنابراین اون قصر زیبایی که در این ماه بنیاد کردید، به سبب برگشتن به غفلت و معصیت اون قصر زیبا رو خراب نکنید، اون قصر زیبا رو ویران نکنید. توبه دادرای عزیز شر دارد. آره توبه خصوصا در ماه مبارک رمضان فرق دارد از توبه های دیگر ما، چرا که در این ماه همه دعاها مستجاب است. به قول حضرت مولانا دعاها در این ماه مستجاب است، فلک ها را بدرید آه روزه. برای آه روزدارها، برای ناله و دعای روزدارها 7 در آسمان گشاده است. فلک ها را بدرید آه روزه.